اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. همونطور که عزیزان مستحضر هستند، موضوع اصلی بحث ما بحث پیرامون اصل عدل به عنوان یکی از اصول شریعت مقدسی اسلام و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. معنی لغوی عدل رو خدمت شما عزیزان ارائه کردیم، معنی مصطلح اون رو هم ذکر کردیم و خدمت شما عرض کردیم عدل از دیدگاه مکتب اهل بیت علیهم السلام به معنی منزه دانستن حق تعالی از فعل قبیح و لغو و اخلال به واجب هست، ولی مفهوم عدل در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت محدود به عدل الهی نیست، بلکه به دنبال اون عدل عباد الهی هم مطرح می شود. حالا عدل در عباد الهی چند تا شاخه داره که من اجمالاً پیرامون اون برای شما صحبت میکنم. همونطور که میدونید عزیزان، عدل به معنی برابر کردن و به معنی میانه روی آمد، به معنی استقامت هم هست. ما انسان ها به لحاظ اینکه دارای ابعاد گوناگونی هستیم و یکی از ابعاد ما تن ماست، بدن ماست. زمانی که در بدن ما عدل حاکم باشه ما سالم هستیم، فعالیت‌های روزمره خودمون رو به طور کامل و دقیق انجام میدیم. اما اگر تعادل بدن ما به هم بخوره، دچار عارضه و بیماری بشیم، به طور طبیعی از انجام مسئولیت‌های روزمره خودمون عاجز خواهیم بود. بنابراین سلامتی تن ما نوعی عدل رو بر پیکر ما پایدار کرده است و عدم سلامتی به معنی عدم اعتدال و به معنی وقوع ظلم در کشور تن ماست. چنان که در حوزه روان ما هم قضیه عزیزان به همین صورت، به این مفهوم که انسانی که از نظر روانی سالم است در واقع کسی است که از نظر روانی دارای تعادله و عدالت بر روان او حاکمه، و کسی که دچار روانپریشی و اختلالات روانی در واقع ظلمی اتفاق افتاده و در اون مقام عدالت وجود نداره. موضوع سلامتی تن و روان و عدل در حوزه تن و روان موضوع علوم پزشکی و بهداشت و درمان هست و بدین لحاظ ما زیاد نسبت به اون توجهی نمی کنیم. این کار متخصصین این رشته هاست که به این موضوع بپردازند. اما عنایت داشته باشید ما انسان ها علاوه بر تن و روان دارای بعد عقیدتی هم هستیم. بنابراین ما باید از نقطه نظر عقیده هم دارای اعتدال باشیم. اعتدال در عقیده عزیزان از اینجا آغاز می شود که ما عقایدمون تقلیدی نباشد بلکه تحقیقی باشه. در این ارتباط خدا رحمت کنه مرحوم علامه شعرانی رو، ایشون در مقدمه شرح کافی که مرحوم ملا محمد صالح مازندرانی تدوین فرمودن، ایشون در مقدمه در باب اعتقادات مطالبی دارن که به عنوان شاهد من یه بخشی از بیان ایشون رو اینجا ذکر میکنم تا به شما عزیزان توجه بدم. اعتدال در عقیده در وهله اول معناش اینه که عقاید ما تقلیدی نباشد و تحقیقی باشه. اگر شرح اصول کافی و روضه کافی از ملا صالح مازندرانی رو داشته باشیم، مقدمه جلد 1 صفحه 10 مرحوم شعرانی این چنین نوشته‌اند: اعتقادنا فی الایمان انه یجب فیه الیقین. اعتقاد ما در خصوص ایمان اینه که ایمان باید مبتنی بر یقین باشد. ولا یکتفی فیه بالظن. در خصوص ایمان ما به ظن و گمان اکتفا نمی کنیم. اذ لم یعهد من احد من المسلمین
یکتفی فی الحکم به اسلام الکافر به ان یقول اظن ان لا اله الا الله و اظن ان محمدا رسول الله، چون سابقه نداشته است که فردی از مسلمان ها در حکم به اسلام یک کافر به همین حد اکتفا کنه که کافر بگه گمان میکنم که شیعی و شخصی شایسته عبادت و پرستش نیست جز الله و گمان میکنم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا باشد. اینجا وقتی بگه اظنو و اظنو حکم به اسلام او نمی شود. به تعبیر دیگه ما چیزی فراتر از گمان، یقین رو می طلبیم. بلکه صیغه‌ای که در اسلام معتبر هست اشهدو هست، بل صیغة الاسلام اشهدو و هی ادل علی الیقین من اعلمو و امثاله. صیغه‌ای که برای ورود یک کافر به جرگه مسلمین به کار می رود اشهدو هست و دلالت کلمه اشهدو بر یقین بیش از حتی کلمه اعلمو هست، چه رسد به اظنو. دلالت کلمه اشهدو بر یقین بیش از اعلمو و امثال اعلمو هست، چه رسد به یقین که بگیم اظنو. و نسب ذالک العلامة الی اجماع المسلمین، و این بیانی است که علامه مجلسی رحمت الله علیه به اجماع مسلمین نسبت داده اند و هو حق، و این هم درسته. همه مسلمان ها این موضوع رو قبول دارند که با گفتن شهادتین فرد به جرگه مسلمین میپیوندد و اگر اظنو به کار ببرد، اعلمو به کار ببرد، کفایت نمی کند. و اعتقادنا فیه انه یجب ان یکون بالدلیل لا بالتقلید. البته اینجا میتونستن به جای بالدلیل به کار ببرن به تحقیق. اعتقاد ما در خصوص ایمان اینه که باید ایمان مبتنی بر دلیل و تحقیق باشه، نه مبتنی بر تقلید و پیروی کورکورانه از زورمداران جامعه یا نیاکان یا دوستان و غیره. بنابراین در خصوص ایمان عزیزان مبنا دلیل و تحقیق، نه تقلید کورکورانه. لأن الاعتقاد التقلیدی لیس علما. دلیلش اینه که اعتقاد عزیزان اگر تقلیدی باشه اصلا یقین و علم به شمار نمیاد. ماهیتا اعتقاد تقلیدی از نوع علم و یقین به شمار نمیاد. ولأن الله تعالی ذم اقواما به تقلید آبائهم. به علاوه عزیزان پروردگار منان در قرآن کریم اقوامی رو به واسطه تقلید کورکورانه از آبا و امهاتشون مورد مذمت قرار داده است و این نشون میده که اگر ایمان تقلیدی باشد نزد خداوند سبحان پذیرفته نیست و معتبر نیست. ولأن التقلید لو کان ایمانا کان الکفار ایضا معذورین. و اگر ما بپذیریم که ایمان تقلیدیش هم مورد قبول باشه، کفار در کفر خودشون معذورن، چون اونها هم از نیاکان خودشون یا از بزرگان و سردمداران و زورمداران جامعه و مجموعه خودشون تبعیت میکنن. لو کان ایمانا کان الکفر، فرمود لأن التقلید لو کان ایمانا کان الکفار ایضا معذورین. ولأن من یقلده الانسان ان ثبت اسمته بالدلیل الیقینی فقوله یفید العلم ولیس ذلک تقلیدا. بله، یه وقت انسان از یک فردی تقلید میکنه که اسمت اون شخص به دلیل یقینی نزد انسان ثابته. اینجا اگر من از او تقلید بکنم، به ظاهر تقلید من دیگه تقلید نیست، چون تبعیت از او مفید علمه. این دیگه پیروی کورکورانه نیست. من اعتمادی که به یک معصوم دارم، به یک انسان خطا ناپذیر دارم، از اعتماد به خودم که یک انسان خطا پذیر هستم بیشتره. لذا عزیزان اگر در اصول دین انسان از معصومین علیهم صلوات الله تقلید بکنه، کسانی که اسمت اونها با دلایل یقینی ثابت هست، به لحاظ این که این تبعیت مفید علم و یقین هست، تقلید به شمار نمیاد
و در واقع معتبره. و این لم یثبت اسمته یحتمل الخطأ علیه فی قوله و اعتقاده. اما کسی که معصوم نیست، اسمت او به دلیل یقینی به اثبات نرسیده است، احتمال خطا هم در گفتار او هم در اعتقاد او وجود دارد. ولا یفید قوله شیئا، و در نتیجه تبعیت و تقلید از او افاده علم نمی کند. گفتار او برای ما نمی تواند نزد خداوند سبحان حجت باشد. و اعتقادنا فی الایمان انه تصدیق بالجنان فقط. اعتقاد ما اینه که ایمان در حقیقت همون تصدیق قلبی است که فرد در درون خود یقین دارد، علم دارد و پایبند به حقایق نظام خلقت و وجود و وحدانیت ذات اقدس احدیت و رسالت انبیاء الهی و حضرت ختمی مرتبت و ائمه هدا علیهم صلوات الله و وقوع قیامت و معاد. این جنبه درونی و قلبی دارد و ایمان فقط به همین مفهوم محدوده. اعتقادنا فی الایمان انه تصدیق بالجنان فقط. و اما الاقرار باللسان فهو علامة علیه. اما اینکه در اون حدیث شریف از حضرت ختمی مرتبت صلوات الله و سلامه علیه نقل شده که اقرار به لسان و عمل به ارکان رو هم ذکر کردن، به جهت اینی که عزیزان اقرار به لسان علامت ایمانه، نه اینکه جزء ایمان باشه. ایمان همون تصدیق قلبی است فقط، اما اقرار به زبان علامتی است که دلالت بر ایمان میکند. فلو علم ایمان رجل من علامت اخرى کفا. حالا اومدیم یه بنده خدای اقرار به زبان و لسان نکرد، اما به یک نشانه دیگری ما متوجه شدیم اون انسان مؤمنی است. آیا کفایت نمیکنه؟ قطعا کفایت میکنه. لذا اقرار به زبان علامت ایمانه، جزء ایمان نیست. و اگر ایمان انسانی از علامت دیگری برای ما محرز بشود کفایت میکند. همچنین عزیزان لیس العمل بالارکان ایضا جزءا من الایمان. همچنین عمل به ارکان جزئی از ایمان به شمار نمیاد. چرا؟ لأن الاخلال بالواجب و ارتکاب المناهی لا یوجب الکفر بالاتفاق. به جهت اینکه عزیزان کسی اگر به وظایف واجبه دینی یا خودش خللی وارد بکنه یا اونها رو انجام نده یا مرتکب مناهی الهی بشه، این امر موجب کفر او نمیشه و همه بر این قول اتفاق نظر دارن. و ایضا اعتقادنا فیه انه لا یزید ولا ینقص بنفسه. اعتقاد ما اینه ایمان چیزی نیست که فی حد نفسه زیاد بشه یا کم بشه. لأن الیقین هو عدم احتمال الخلاف. چون وقتی از ایمان و یقین سخن میگیم منظورمون اینه که فرد احتمال خلاف دیگه نده، یعنی یه چیز رو باور داره احتمال خلافش رو هم نمیده. فان احتمل الخلاف لم یکن ایمان. اگر جایی ما به موردی برخورد بکنیم که فردی میگه من ایمان دارم ولی احتمال خلاف هم میده، من خدا رو قبول دارم ولی احتمال داره خدا هم وجود نداشته باشه، یا احتمال میدم خدا یکیست ولی ممکنم هست 10 تا باشه، احتمال میدم معادی وجود داره ولی ممکنه وجود نداشته باشه. اگر احتمال خلاف وجود داشته باشه اصلا این ایمان به شمار نمیاد. و ان لم یحتمل کان الیقین حاصلا. اما اگر احتمال خلاف نده اون فرد و مکلف، اینجا یقین حاصل می شود. کان الیقین حاصلا. و لیس لعدم احتمال الخلاف مراتب. اینطور نیست که احتمال خلاف مراتبی داشته باشه که مراتب ظن، مثل مراتب گمان. گمان رو شما میگین من گمان میکنم 10%، 20%، 30%، 70%، مراتبی داره گمان. اما یقین و ایمان مراتبی نداره. لیس لعدم احتمال الخلاف مراتب که مراتب الظن و انما یکون الزیادة فی الادله و المعتقدات و الآثار.
بنابراین آنچه که از زیاده و نقصان دیده می شود در ادله است که فرد اقامه می کند برای معتقدات خودش، یا در شدت اعتقاد تفاوت وجود داره یا در آثار ایمان تفاوت وجود داره. مثلا یعرف احدنا امامت مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام به دلیل واحد ولا یحتمل الخلاف. یکی از ما امامت مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام رو فقط به یک دلیل ایمان آورده است، احتمال خلاف هم نمیده، ولا یحتمل الخلاف. و یعرفها آخر به الف دلیل، اما یک کسی هم هست به 1000 دلیل امامت مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام رو اثبات میکند. آیا اینها در ایمان تفاوت دارن ولا یحتمل الخلاف؟ نه. فهذا الاختلاف فی الادله، اینجا اختلاف در مراتب ایمان نیست، اختلاف در ادله است که فرد برای ایمان خودش اقامه می کند. لا فی نفس الیقین، این مربوط به نفس یقین فرد نیست بلکه به ادله یقین او مربوط می شود. و ایضا یعرف احد ان الله تعالی واحد لا شریک له و یعلم ذلك یقینا لا یشک فیه اصلا، و یعرف آخر اسماءه و صفاته و معانی کل واحد و ما یجوز علیه تعالی و ما لا یجوز بالادله و غیر ذلك مما لا حصر له. دقت بکنید عزیزان، یکی از ما فرض بکنید پروردگار متعال رو یکتا میداند، برای او شریکی قائل نیست و این رو یقین داره بهش، درش هیچ شک و تردیدی اصلا نداره. شاید یه دلیلم بیشتر نداشته باشه. یک نفرم هست اسماء حسنای حضرت حق رو میداند، صفات حضرت حق رو میداند، معانی تک تک اسماء و صفات رو تفصیلا میداند چه چیزهایی بر پروردگار متعال جایز است، میداند به ادله مشروعه که چه چیزهایی بر خداوند سبحان جایز نیست. اینها اموری هست که شاید حد و حصری هم نداشته باشه. فهذه الکثرة فی المعتقدات، خب این کثرت در معتقدات هست نه در یقین. بنابراین ممکنه یک نفر خیلی معلومات دینیش زیاد باشه ولی ایمان در او با کسی که با معلومات محدودی ایمان داره فرق نمیکنه. بنابراین ایمان عزیزان مراتب نداره، یقین مراتب نداره. پس اینجا دقت بفرمایید عبارت رو، میفرماد و ایضا یعرف احد ان الله تبارک و تعالی واحد لا شریک له و یعلم ذلك یقینا لا یشک فیه اصلا و یعرف آخر اسماءه و صفاته و معانی کل واحد و ما یجوز علیه تعالی و ما لا یجوز بالادله و غیر ذلك مما لا حصر له. فهذه الکثرة فی المعتقدات، این معتقدات او تفصیلا فزون هست و ارتباطی با یقین و ایمان او نداره. ثم ان بعض الناس یؤثر یقینه فی العمل اکثر من تأثیره فی الاخر. خب این که مال بحث ادله، اما در خصوص اثر یقین و ایمان بعضی از مردم هستن عزیزان یقینشون در عملشون بیش از تأثیر ایمان افراد یا یقین افراد در عمل متفاوت. مثلا فرض کنید یه بنده خدایی یقینش در عملش موجب میشه که از بسیاری از مکروهات و در واقع محرمات پرهیز بکنه، یقینش این تأثیر رو داره. بعضی هم مثلا از نه مکروهات که هیچ، ممکنه محرمات رو هم انجام بدن ولی این در ایمان اونها تأثیری نداره. ثم ان بعض الناس یؤثر یقینه فی العمل اکثر من تأثیره فی الاخر. هر دو ایمان دارن اما بعضی از مردم ایمانشون یقینشون در عملشون بیش از ایمان دیگری تأثیر داره. فیخاف من عذاب الله اشد من آخر، خب از عذاب الهی شدیدتر از دیگری میترسد.
و هذا الاختلاف فی الخوف، و این اختلاف در خوف اونهاست، میزان ترسشون از عذاب الهی متفاوته، نه اینکه میزان ایمانشون متفاوت باشه. و هو من آثار الایمان بالمعاد لا نفس الایمان، این از آثار ایمان به معاد هست، نه از نفس ایمان به معاد باشه این موضوع. و المؤمن لا یشک فی المعاد، مؤمن اصلا در مورد معاد شک و تردیدی ندارد. ولا یتصور ان یکون احد منهم یحتمل الخلاف والآخر لا یحتمله، اصلا ما نمیتونیم تصور بکنیم که یک مؤمنی احتمال خلاف در مورد معاد بده، بگه شاید هم معاد نباشه. اگه شایدی این چنین احتمالی در ذهن او وجود داشته باشه اصلا مؤمن نیست، چنین شک و تردیدی در او باشه اصلا مؤمن نیست. بنابراین اصلا تصور نمی شود که یک مؤمنی احتمال خلاف بده نسبت به معاد و دیگری احتمال خلاف نده. او احد یحتمل احتمالا ضعیفا والآخر احتمالا قویا، یا یک کسی بگه به احتمال قوی معادی خواهد بود، یک کسی بگه به احتمال ضعیفی معاد خواهد بود. نه، این اصلا در جریه اهل ایمان قرار نداره. کسی که در واقع مؤمن باشه اصلا در خصوص معادی هیچ شک و تردیدی ندارد، احتمال خلاف نمیدهد، احتمالش احتمال ضعیف و قوی هم نخواهد بود. این از این باب بود که عزیزان شما بدانید اگر ما بخوایم در عقایدمون اعتدال داشته باشیم، عدالت رو در حوزه قلب و عقیده خودمون رعایت کنیم، ایمان ما باید مبتنی بر تحقیق باشد نه مبتنی بر تقلید. اما عنایت داشته باشید تفصیل این موضوع رو کجا میتوان یافت؟ تفصیل این موضوع عزیزان در بهارالانوار مرحوم مجلسی، کتاب ایمان و کفر میتوان جستجو کرد که اون بزرگوار از جلد 67 تا 73 بهارالانوار رو به بیان مرز کفر و ایمان اختصاص دادن و مباحثی مفصل و کامل رو در این خصوص دارن که به لحاظ ضیق وقت من عزیزان رو ارجاع میکنم به در واقع این کتاب شریف بهارالانوار که از جلد 67ش عزیزان عنایت بفرمان تا جلد 73 مرزهای ایمان و کفر رو بیان کرد. در کافی شریف هم عزیزان در این ارتباط مطالبی وجود داره و مرزهای ایمان و کفر به خوبی در این کتاب بیان شده است و باب مستقلی در این خصوص وجود دارد که حالا من به لحاظ ضیق وقت نمیتونم خدمت شما ارائه کنم، فقط ارجاع میکنم. اون چی که اینجا لازم من خدمت شما عرض بکنم اینه که عزیزان ایمان موقوف به ایمان به ولایت ائمه هدی علیهم صلوات الله است. به تعبیر دیگه اگر ما بخوایم در حوزه عقیده عدالت و اعتدال مطلوب رو داشته باشیم، عدالت و اعتدال مطلوب برای ما زمانی حاصل می شود که ما به این حقیقت عظیم پی ببریم و در واقع ولایت مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فرزندان معصوم اون بزرگوار به عنوان حجج الهی برای ما ثابت و قطعی باشد و مثل مخالفین نباشیم که عزیزان بعضی از اونها ائمه هدی علیهم صلوات الله رو مثل سایر مردم حتی گاهی پایین تر از بقیه مردم میدانن. حتی بعضی از نصاب اونها هستند که اونها ائمه هدی علیهم صلوات الله رو کافر میدانن و به هر حال مخالف هستند. مخالف عزیزان در حقیقت کافر و به لحاظ رفقی که بر شیعیان وجود داشته و نمیخواستن شیعیان به درد سر بیفتن، گفتن اونها مسلمانن و قبول اسلام مخالفین مثل قبول اسلام منافقین در زمان پیغمبر خداست. لذا عزیزان اینها همین که اظهار اسلامیت میکنن ما در دنیا اونها رو مسلمان میدانیم و با اونها معامله مسلمان میکنیم، وگرنه اونهایشون که اهل عناد هستن و حقیقت بر اونها
مکشوف شده است، حقیقت به اونها رسیده و در این حال انکار میکنن که کفرشون واضح و آشکار. یه عدهشون ادعا میکنن پیام حق به اونها رسیده است، پی به حقانیتش نبردن، در شرف تحقیقن، یا مستضعفن، هنوز پیام حق به اونها نرسیده است و اینها شعب مختلف و لایه‌های گوناگونی دارن، هر کدام به مقتضای شرایطشون عزیزان در جمع کافر به شمار میان، انتها ممکنه در کفرشون معذور باشن، مثل اون یهودی، مثل اون مسیحی، مثل اون زرتشتی که یا پیام حق به اون نرسیده است یا اگر رسیده پی به حقانیتش نبرده، با او همون گونه معامله خواهد شد. اما عنایت داشته باشید از جریه کفار خارج نمیشه. ما عزیزان مخالفین رو مسلم و دنیا و کافر آخره میدانیم و مرحوم مجلسی در همین کتاب ایمان و کفر بابی در خصوص کفر مخالفین دارند که من بیش از این روی این تاکید نمی کنم، فقط چون در زمان ما عزیزان زمان فتنه ها هست به این موضوع توجه داشته باشید که فتنه های گوناگونی ایمان و عقیده ما رو تهدید می کنن. اون چی که من در این مختصر خدمت شما عرض کردم مهمترین عوامل اعتدال و عدل در ساحت عقیده بود که باید بهش توجه بشه. ساحت دیگری که عزیزان باید به اون توجه بکنیم موضوع عدالت در عواطف ماست. ما به عنوان انسان دارای عواطفی هم هستیم. باید مراقب باشیم عزیزان عواطف خودمون رو نابجا صرف نکنیم. ما چه کسانی رو باید دوست بداریم، با چه کسانی باید دشمن باشیم. در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت عزیزان در ذیل عناوین تولی و تبری شما ملاحظه می‌فرمایید که مقرراتی وجود داره که به ما کمک میکنه ما بدانیم چه کسانی رو باید دوست بداریم و چه کسانی رو باید دشمن بداریم. عدالت ایجاب میکنه ما تفقه در دین داشته باشیم، این راهنمودها رو بیاموزیم و در مقام عمل به عمل بیاریم. من اینجا عزیزان سایت مکتب فراگیری معارف اهل بیت علیهم السلام رو باز کردم. صفحه اول فارسی یه بخشی داره تحت عنوان عواطف. اینجا موضوع تولی و تبری اجمالاً بیان شد، با هم یه مروری میکنیم. تولی و تبری دو اصطلاح قرآنیه که در دیدگان ما به تنظیم و مدیریت عواطف ما مربوط میگردد. این دو واژه رفیع به ترتیب به معنای دوستی با دوستان خدا و اظهار محبت و نزدیکی به اهل حق و دشمنی با دشمنان خدا و دوری و اظهار تنفر از اهل باطل است. تولی و تبری اساس گرایش ها و موافقت ها و مخالفت های یک انسان مؤمن رو در ارتباط های انسانی مشخص میکنه. مولانا حضرت امام محمد باقر علیه السلام میفرمایند هل الدین الا الحب و البغض، آیا دین غیر از حب یعنی تولی و بغض یعنی تبری است؟ از این روایت و امثال اون عزیزان استفاده می شود که تولی و تبری دو رکن اساسی دین و جانمایه اصلی دینداریه. در زیارت عاشورا میخوانیم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه، یا میخونیم و ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم، من در صلح و سازشم با کسانی که با شما صلح کنن و در جنگ و ستیز هستم با کسانی که با شما در جنگن تا کی؟ تا روز قیامت. من دوستم با کسانی که شما رو دوست دارن و دشمنم با کسانی که شما رو دشمن دارن. تولی عزیزان در 57 سوره از قرآن کریم و 233 بار در قرآن تکرار شده است. تولی و کلمات مربوط به اون و تبری در 20 سوره قرآن و 30 بار به کار رفته است. در فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و سیره عملی اون بزرگواران هم روایات و عبارات بسیاری در این باره وجود داره که خود گواه دیگری بر اهمیت و جایگاه والای تولی و تبری در مکتب تشیع و اسلام راستینه. یکی از
معتبرترین و مهمترین سندهایی که عزیزان در این ارتباط میشه ارائه کرد در واقع سخنرانی معروف پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در روز غدیر خم هست. پیامبر خدا در اون روز علاوه بر معرفی مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اثبات جانشینی ایشون، اساره‌ای از ایدئولوژی اسلام، آینده اسلام و وظیفه مسلمان ها رو بیان فرمودن و در موارد زیادی دشمنان اسلام و اهل بیت رو مورد خشم و لعن قرار دادن و از خداوند متعال برای اونها دوری از رحمت واسعه الهی طلب کردند و دوستان ایشون رو مورد دعای خیر خودشون قرار دادن. اعتقاد ما عزیزان در خصوص دوستان و دشمنان اهل بیت همون اعتقادی است که رسول خدا داشتن. به علاوه عزیزان به این نکته ظریف دقت بکنید، اعتقاد ما در خصوص ستمگران، ظالمین اینه که اونها در کتاب خدا قرآن کریم همواره مورد لعن حضرت حق و انبیاء الهی قرار داشتند و به تبع ائمه هدی علیهم صلوات الله هم اظهار تنفر و براءت از ظالمین رو بر پیروان خودشون واجب شمردند. به ویژه کسانی که بزرگترین حقهای نظام خلقت رو از بزرگترین شخصیتهای نظام خلقت رو بودند. غصب منصب امامت، غصب فدک، آزردن تنها دختر و تنها یادگار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، آتش زدن در خانه اول مظلوم تاریخ مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و قتل محسن یا محسن و اهانت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و انکار فضائل اون بزرگواران و حامیان و تابعین اونها تا به امروز که به لحاظ تقیه و رفق بر شیعیان از اونها به انداد اربعه و اوسان اربعه یاد شده است. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک، اللهم فرائف علیهم اللعن منک والعذاب العلیم. مگه ممکنه ما ظلم ها و جنایت یک چنین جرثومه های فسادی رو نادیده بگیریم و نسبت به اونها متنفر نباشیم؟ البته بی تردید در این رابطه باید مصلحت کلی مسلمان ها رو در مقابل دشمنان مشترک در نظر گرفت و از فراهم کردن زمینه برای بهره برداری کفار و مشرکین و منافقین از اختلاف و رویاروی طرفداران مذاهب مختلف دوری جست. نباید کاری کرد که موجب بروز شکاف در صفوف مسلمان ها بشه که نتیجه جز ضعف مسلمان ها نخواهد داشت، ولی از سوی دیگر نباید حفظ وحدت و هماهنگی بین مسلمان ها مانع از تحقیق و تلاش در راه شناختن مذهب حق و ایجاد جو سالم برای بررسی مسائل عدل و امامت بشه، مسائلی که حل صحیح اونها تأثیر بسزایی در سرنوشت میلیاردها انسان و میلیونها مسلمان دارد و سعادت دنیا و آخرت همه انسانها در گرو یک چنین تحقیق دامنه‌داری است. بنابراین عزیزان دقت بکنید، عدل در حوزه عواطف ایجاب می‌کند ما بر اساس قواعد تولی و تبری عواطف خودمون رو مدیریت کنیم و کوشش بکنیم در مسیری که اهل بیت عصمت و طهارت رسم فرمودند گام برداریم. اما در حوزه اخلاق عزیزان من به شما توجه میدم، عدل در حوزه اخلاق در واقع به این مفهومیه که اینجا خدا رحمت کنه مرحوم طیب به این صورت بیان فرموده اند. عنایت بفرمایید. میفرمان عدل در اخلاق اینه که انسان در جمیع صفات نفسانی در حد وسط، یعنی ما بین دو حد افراط و تفریط باشه. مثلا شجاعت که حد وسط بین جبن و تهوره، یا تواضع که حد وسط بین کبر و تخاصص یا اذلاله، و یا سخاوت که واسطه بین بخل و اسرافه. این وقتی میگن عادل از نقطه نظر اخلاقی منظور یک چنین شخصی است. حالا عنایت بفرمایید عزیزان، خدا رحمت کنه مرحوم نراقی رو، ایشون
کتابی دارن به نام جامع السعادات. این کتاب جامع السعادات رو جناب آقای دکتر سید جلال الدین مجتبوی به فارسی ترجمه کردن. ترجمه بسیار زیبا و نفیسی هم هست. این کتاب جامع السعادات که عربی همین کتاب علم اخلاق اسلامی است، در بردارنده عزیزان نکات بسیار دقیق و ظریفی است. مؤید بیان مرحوم طیب رو شما در این کتاب جلد اول صفحه 110 میبینید. ببینید مرحوم نراقی در خصوص عدل در حوزه اخلاق چی میفرمان. بیان قانون کلی که لازم و ضروری است این است که انحراف از حد وسط به طرف افراط یا به طرف تفریط است. پس در برابر هر فضیلتی دو جنس رذیلت قرار دارد و چون شمار اجناس فضائل 4 است، اجناس رذائل 8 است. در برابر حکمت دو رذیلت است: جربزه یعنی زیرکی و استعداد فریفتن و گول زدن، و بلاهت یا کودنی. اولی یعنی جربزه، زیرکی و استعداد فریفتن و گول زدن در طرف افراط است و به کار بردن فکر در آنچه سزاوار و شایسته نیست یا بیش از اندازه شایسته انسان روی یک چیزی فکر بکنه و مایه بگذاره. و دومی در طرف تفریط است و عبارت است از تعطیل و به کار نبردن نیروی فکر در آنچه سزاوار است یا کمتر به کار بردن آن. هر چیزی عزیزان حد شایسته ای از تفکر رو می‌طلبد. اگر انسان افراط کند دچار جربزه است، اگر تفریط بکند دچار بلاهت است. بهتر است به جای جربزه سفسطه یعنی حکمت آمیخته به دروغ و اندوده به تزویر و به جای بلاهت جهل بسیط تعبیر بکنیم، که البته از اینا هر سطرش بیانات دقیق و عمیقی رو میطلبه. ما داریم حالا گذرا رد میشیم. زیرا حقیقت حکمت عبارت است از علم به حقایق اشیا و امور چنان که هستند و این متوقف بر اعتدال قوه عاقله است و چون عقل شدت و حدتی خارج از حد اعتدال پیدا کند از حد شایسته خود بیرون می رود و به استخراج امور بسیار باریکی که با واقع مطابق نیست می پردازد و علم به این امور ضد حکمت در طرف افراط است و چون برای آن یعنی عقل کندی و کودنی پیدا شود چیزی در نمی یابد و علم به حقایق برای او حاصل نمی شود و این همان جهل است که ضد حکمت در طرف تفریط است. در برابر شجاعت دو رذیلت هست: تهور یعنی بیباکی و جبن یعنی ترسو بودن، ترسویی. تهور در جانب افراط و عبارت است از اقدام در اموری که باید از آنها پرهیز کرد و جبن در طرف تفریط است و آن ترس و اجتناب از کارهایی است که باید به آنها اقدام کرد. باز در برابر عفت خویشتن‌داری دو رذیلت هست: شره یا آزمندی و هرزگی و خمود یا افسردگی و بی‌حسی. اولی در طرف افراط است و عبارت است از فرو رفتن در لذات و شهواتی که بنابر شرع و عقل نیکو و پسندیده نیست و دومی در طرف تفریط است و عبارت است از بازداشتن نفس از طلب آنچه برای بدن ضروری است. در برابر عدالت دو رذیلت قرار دارد: ظلم یعنی ستم کردن و انظلام یعنی ستم پذیرفتن و ستم کشیدن. ظلم در طرف افراط است و به معنی تصرف در حقوق و اموال مردم به ناحق است و انظلام در طرف تفریط است و به معنی ظلم پذیری و ستم کشی از ظالم و انقیاد و مذلت نسبت به وی در آنچه از تعدی و جور می‌خواهد. حق اینه که عزیزان عدالت با ملاحظه لوازم انفکاک ناپذیرش یک طرفدار به نام جور و ظلم و اون شامل صفات مذموم است و اختصاص به تصرف در حقوق و اموال مردم بدون جهت شرعی ندارد. زیرا عدالت به این معنا چنان که قبلا دانستی عبارت است از اینکه عقل عملی همه قوا را تحت اشاره و فرمان عقل در اختیار و در ضبط خود داشته باشد و بنابراین جامع همه کمالات است
پس ظلم که مقابل و ضد آن جامع همه نقایص است، زیرا ظلم عبارت است از وضع و قرار دادن شیء در غیر موضعش و این تعریف شامل همه صفات و افعال زشت و ناپسند می شود. پس ظلم پذیری چون خود صفتی مذموم و نکوهیده است ظلم است. علاوه بر این که کسی که به ظالم فرصت ستم کردن می دهد از روی خواری و زبونی به اطاعت و انقیاد او گردن می دهد، به خود ستم می کند و ظلم به خویشتن نیز از اقسام ظلم است. حالا این رو نگاه کنید عزیزان، از باب این که شما بدانید در حوزه اخلاق وقتی از عدل سخن میگیم منظور چیه، من یک چنین اشارتی خدمت شما داشتم. اما در حوزه عمل عنایت بفرمایید مجموعه آثار مرحوم آیت الله العظمی خویی رو باز میکنیم. کتاب شریف منهاج الصالحین ایشون جلد 1، ببینم مسئله 29 رو شما نگاه کنید عزیزان. در مقام عمل یکی از جنبه های شخصیت ما انسان ها عزیزان جنبه اعمال ماست. ما باید در اعمال خودمون هم عادل باشیم. حالا عدالت در عمل مفهومش چیه؟ اینجا مرحوم آیت الله العظمی خویی بیان فرمودن. میفرمان العدالة المعتبره فی مرجع التقلید عبارة عن الاستقامت فی جادة الشریعة المقدسه. عنایت بفرمایید عزیزان اینجا چون اول کتاب منهاج الصالحین و باب تقلید، آقا عدالت رو در خصوص مرجع تقلید بیان کردن، اما تعریفی که ارائه فرمودن تعریفی است که شامل هر مؤمنی می شود و این عدالت معتبر در هر مؤمنی هست که مؤمن باید به اون پایبند باشد و رعایت کند، اگر نه از مدار اعتدال خارج و به عذاب الهی گرفتار می شود. میفرمان العدالة المعتبره فی مرجع التقلید عبارة عن الاستقامت فی جادة الشریعة المقدسه. عدالت معتبر در مؤمن که عالی ترین رتبه مؤمن عزیزان در انسانهای معمولی مرجعیت تقلیده، عبارة عن الاستقامه، عبارت است از استقامت در جاده شریعت مقدسه اسلام. یعنی اینکه فرد از نقطه نظر اصول عقاید عزیزان خلقی در اصول عقایدش نباشه و عدم الانحراف عنها یمینا و شمالا، و اینکه فرد از جاده شریعت مقدسه اسلام نه به سمت راست نه به سمت چپ منحرف نشود، به الا یرتکب معصیتا به ترک واجب او فعل حرام من دون عذر شرعی، به این که عالما و عامدن بدون عذر شرعی معصیتی رو مرتکب نشود، حالا یا با ترک واجب یا با انجام حرام بدون عذر شرعی. اگر معصیتی رو مرتکب بشود از مدار اعتدال خارج میشه. ولا فرق فی المعاصی من هذه الجهه بین الصغیرة و الکبیره. و در این خصوص عزیزان فرقی بین گناهان صغیره و کبیره نیست. در مسئله بعدی عزیزان اون بزرگوار نکته بسیار کلیدی و اساسی رو ذکر میکنن، عنایت بفرمایید. میفرمان ترتفع العدالة به مجرد وقوع المعصیه. به مجرد وقوع معصیت عزیزان عدالت برطرف میشه، فرد از درجه عدالت ساقط میشه و تعود به توبه و ندم. اما عدالت با توبه و استغفار و پشیمانی از گناهی که فرد انجام داده است برمیگردد. بنابراین عدالت چیز ثابتی نیست عزیزان، به مجرد وقوع معصیت برطرف میشه، به مجرد توبه و انابه و استغفار و پشیمانی برمیگردد. و قد مر انه لا یفرق فی ذلک بین الصغیرة و الکبیره. و در این ارتباط بین گناه صغیره و کبیره فرقی نیست. بنابراین عدالت در مقام عمل عزیزان بسیار حائز اهمیت. این تعریف اجمالی عدالت در اعمال بود. اما حالا اگر بخوایم نگاهی نسبتاً مفصل داشته باشیم عزیزان، شما عنایت بفرمایید. اینجا ما در حوزه عدالت توجه بکنید عزیزان، ما
احکام فقهی رو با این فهرستی که میبینید داریم. عبادات رو داریم، ببینید ما فهرست عبادات رو اینجا داریم که از تقلید و طهارت شروع میشه، میاد وضو و غسل و تا میاد اینجا مطهرات و واجبات نماز و منافیات نماز و روزه و زکات و خمس و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد. اینها عباداتند. پس یه سری از اعمالی که ما انجام میدیم عبادات ماست. عبادات ما باید بر طبق این قوانین و مقرراتی که اینجا ذکر شده، بر طبق این احکام انجام بگیره تا ما از اعتدال برخوردار باشیم. اگر ما عبادتی رو مطابق این مقررات انجام ندیم عادل نیستیم. این مال حوزه عباداتمون که رابطه عبد و رب. اما در حوزه معاملات عزیزان، در حوزه معاملات هم ما زمانی عادل خواهیم بود که احکام تجارت، خیارات، نقد و نسیه، اقاله، شفعه، اجاره، مزارعه، مساقات، جعاله، احکام مبتلا به خودمون رو، احکام غصب، احیاء مواد، مشترکات، اینها رو فرا بگیریم و رعایت کنیم. موضوع نکاح، طلاق، ایمان، قسم خوردن، خوردنی ها، آشامیدنی ها، ارث و امثال اینها رو عزیزان در اون بخشی که مبتلا بهمون هست فرا بگیریم و در مقام عمل به عمل بیاریم. اون موقع میشیم عادل. اما در خصوص سیاست هم عزیزان همینطوره. ما یک امور حسبیه داریم، یک سیاست. اینجا فرد زمانی عادل خواهد بود که در خصوص حکومت عادل، حدود ولایت فقهای جامعه شرایط، شیء پیدا شده و احکام مربوط به حکومت، قضاوت، دعاوی، شهادت، حدود، تعزیرات، قصاص، دیات، کوشش بکنه که مطابق احکام و مقررات الهی عمل بکنه. بنابراین در حوزه اعمال ما عبادات، معاملات و سیاسات رو داریم به شرحی که در این صفحه خدمت شما ارائه شد. اما عنایت بفرمایید در حوزه تفقه در دین، حالا چون من گذرا از روی مسائل عقاید گذاشتم، ما اینجا فهرست دروس قرآن شناسی رو داریم که ببینید چقدر گسترده در خصوص قرآن اینجا بحث شده است و ما تا اونجا که بتوانیم باید با این منبع نور آشناتر بشیم. 28 درس در خصوص قرآن کریم اینجا ارائه شده که هر کدام به نوبه خود در بردارنده مطالب بسیار مفیدی است. در کنار قرآن عزیزان بحث اطرت رو داریم. اطرت شناسی بسیار اهمیت داره. مفهوم اطرت چیه؟ ضرورت و وجوب معرفت نسبت به اطرت، زمان بی حجت و زمین بی اطرت، بحث خصیصه های ائمه هدی علیهم صلوات الله اینجا بیان شده است و در این مقام شما ملاحظه می‌فرمایید در حدود 63 درس کوشش شده که مروری بر شناخت اطرت داشته باشیم، اطرت شناسی عمومی. اینجا باز عزیزان در حوزه اصول عقاید ما باید به این نکته توجه بکنیم که متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد هستیم پاره‌ای از فلاسفه و متصوفه و بازیگران عالم سیاست تحت پوشش تولید و تدوین نرم افزارهای اسلامی و سایت‌های اینترنتی و نشر کتب شیعه، بعضاً با حذف عناوین و تحریف محتوای کتاب‌های اعتقادی و فقهی اصیل، به ویژه آثار درخشان و ماندگار محدث والا مقام مرحوم علامه محمد باقر مجلسی رحمت الله علیه، به دنبال گمراه ساختن عموم مردم و تحقق هواهای نفسانی شوم خودشون هستند. محتوایی که امروز تحت پوشش‌های گوناگون و در قالب‌های متنوع فضای فرهنگی جامعه رو اشغال کرده است، اغلب به ارائه کتاب‌های غیر اصیل و گاه پر از خطا و مملو از سفسطه و انحراف برخی از معاصرین عالم نما و ناآگاه از روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام میپردازه. به گونه‌ای محسوس کتب اصیل مکتب اهل بیت علیهم السلام حذف یا به اشکال مختلف تحریف میشن.
در مقابل کتب و اندیشه های گمراه کننده ابن عربی، ابن سینا، میرداماد، ملا صدرالدین شیرازی و هواداران معاصر اونها به عنوان منابع یا مآخذ اصلی مکتب اهل بیت علیهم السلام یا اسلام راستین به خورد مردم عامی و غیر متخصص و ناآگاه داده میشه. همه این محتوای منحت و ویرانگر در قالب نرم افزار و CD و کتب چاپی و نشریات و سایت‌های اینترنتی و حتی کتاب‌های درسی برای دانش آموزان یا دانشجویان تدریس میشه. بدون تردید در روز قیامت و به وقت حساب از اعتقادات و آراء ابن سینا و میرداماد و میرفندرسکی و ملا صدرا یا ممیت الدین ابن عربی و امثال اینها از ما سوال نمیشه، بلکه از دین اسلام به نحوی که ائمه هدی علیهم صلوات الله تبیین کرده اند و در کتب اعتقادات شیخ صدوق و بهارالانوار مرحوم مجلسی رحمت الله علیه و جامع احادیث شیعه مرحوم بروجردی و جامع المدارک مرحوم خانساری رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به شکلی ساده، کامل و فشرده در اختیار همگان قرار گرفته است و به پندارهای شخصی منحرفین آلوده نشده اند پرسش خواهد شد. ما عزیزان کوششمون این هست که در این دوره‌های آموزشی شما رو با این عناوینی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید به نحوی که برخواسته از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت باشه معارف رو تقدیم حضورتون بکنیم. امید ما این هست که این تلاش ناقابل به هدف مطلوب برسه و به فضل و کرامت حضرت حق جایگاه خودش رو در قلوب اهل ایمان و تقوا باز بکنه. عزیزان عنایت بفرمایید اینجا عناوینی وجود داره که عموما در کتاب‌های اصول عقاید یافت نمی‌شوند. ببینید اینجا بحث خانه نشینی مولانا امیرالمؤمنین مطرح است، شرکت مولانا امیرالمؤمنین در شورا مطرح شده است، مطاعن دشمنان اهل بیت و مدعیان دروغین امامت مطرح شده، شرایط و موانع امامت آمده است، حکومت‌های پیش از حکومت قائم آل محمد صلی الله علیه و علیهم اجمعین رو داریم، حدود ولایت فقهای جامعه شرایط رو داریم. اینجا مطالبی هست عزیزان که شاید جاهای دیگه کمتر بتوان یافت. آتش زدن در خانه مولانا امیرالمؤمنین، شکستن پهلوی بیبی، قتل محسن، عدم مشروعیت و بطلان خلافت عمر و مطاعن بیشمار دشمنان اهل بیت اینجا بیان شده است. میخوام خدمتتون عرض بکنم عزیزان راه برای تفقه در دین بازه و اگر کسی به دنبال دستیابی به محور عدل هست، مایل هست جایگاه‌های اشیا و اشخاص رو اون گونه که خدا تعیین کرده است بشناسد و اونها رو در جایگاه شایسته قرار بدهد، به حمدالله و المنه امروز به اندازه کافی منابع موجود هست و افراد میتونن به سهولت به اونها دست پیدا بکنن و استفاده بکنن. این از باب این بود که عزیزان بدانید مؤمن در حوزه عقاید، عواطف، اخلاق و اعمال موظف به تبعیت از راهنمودهای قرآن کریم و حضرت ختمی مرتبت و ائمه هدی علیه و علیهم صلوات الله هست و بر ماست که در این خصوص برای دستیابی به عدالت که نجات بخش ما از عذاب جاویدان الهی است در حق خودمون کوتاهی نکنیم و تلاش لازم رو داشته باشیم. در این خصوص فقط من نکته پایانی رو اشاره می کنم. عزیزان دایره فعالیت ما انسان‌ها و سهولت ما انسان‌ها متفاوت. حوزه فردی داریم، حوزه خانوادگی داریم، حوزه اجتماعی داریم، حوزه بین المللی داریم و حوزه زیست محیطی. همه ما در همه این دوایری که خدمت شما ارائه کردم مسئولیت‌ها و وظایفی داریم که بنابر وظایف الهیمون اونگونه که در فقه بیان شده است باید وظیفمون رو ادا کنیم. به علاوه عزیزان در حوزه‌های علمی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و قضایی ما باید کوششمون این باشه که از سیره اهل بیت عصمت و طهارت تعدی و تجاوز نکنیم، دنبال طرفداران ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه راه نیفتیم، از سیره اونها تقلید نکنیم. اونچه که میتواند ما رو در مدار اعتدال حفظ کند پیروی از قرآن کریم و اطرت هست که اجمالاً اشارتی به اون
منابع نور داشتیم. خدا به حقیقت محمد و آل به ما و شما توفیق تفقه در دین و تدبر در آیات قرآن و پیروی از ائمه هدی علیهم صلوات الله عطا بفرماید. از حسن استماع شما عزیزان سپاسگزارم و شما رو به پروردگار منان می سپارم. موفق باشید.